و با اونها وارد مذاکره شد. ببخشید. گروه هایی که در خارج هستند در حال حاضر ما با بعضی از آنها در تماس هستیم، ولی من مطمئن هستم گروه هایی هستند که ما با اونها در تماس نیستیم یا اونها با ما در تماس نیستند، ولی کارهای مشترکی ممکنه کرده باشیم. گروه هایی که در خارج هستند به عنوان مشاور و به عنوان صاحب نظران خارجی باید همکاریشون رو با صاحب نظران داخلی شروع بکنن و ارتباط برقرار بکنن. بعد از اینکه هسته های ضربت و تاسک فورس به وجود اومد، هر تاسک فورس یک رهبر داره، یک لیدر داره که لیدر بایستی قاعدتاً از پزشکان و رهبران پزشکی ایران باشد که تعدادشون هم کم نیستن. بسیاری از پزشکان ایرانی یا بازنشسته شدند یا بازنشسته کردند یا خانه‌نشین هستند یا اخراج شدند. این نه تنها در کادر پزشکی خصوصی بلکه در دانشگاه ها هم اتفاق افتاده. بسیاری از اساتید دانشگاه مجبور به خانه‌نشینی شدند. تمام اونها رو میشه شناسایی کرد و در حال حاضر با کمک هایی که ما از پزشکان داخل مملکت داریم این رو ما تا حدودی بررسی کردیم و من مطمئن هستم که گروه های دیگری رو هم هستن که اینها رو بررسی کردن و میتونن دست به دست هم بدن و این مهم رو به انجام برسونن. به هر جهت گروه ضربت و گروه تاسک فورس که به وجود اومد، این گروه شروع به شناسایی مشکلات میکنه. در حال حاضر برنامه ریزی بایستی برنامه ریزی کریتیکال منیجمنت کرایسیس باشه، خدمات فوری و مورد نیاز. همونطوری که من عرض کردم مسائل درمانی، مسائل پزشکی ادامه پیدا میکنه. بیماری ها همون بیماری ها هستن، دیابتیک ها همون دیابتیکی ها هستن، احتیاج به انسولین دارن. بعضی ها ممکنه انسولینشون رو داشته باشن یا بیماری های قلبی داروهای قلبیشون رو داشته باشن، بعضی ها ممکنه نداشته باشن. بسیاری از بیمارستان ها ممکنه که کمبود دارویی داشته باشن. ما در حال حاضر در ارتباط با پزشکان ایرانی در جریان هستیم که حتی در بیمارستان ها داروهای ضروری وجود نداره و بیماران مجبورن که دواهای خودشون رو از ناصر خسرو خریداری بکنن. بنابراین تاسک فورس یکی از کاراش شناسایی نیازهای فوری است. یکی از کارهایی که تاسک فورس انجام میده، برای مثال یک گروه ضربت شامل یک پزشک یا یک پرستار یا یک بهورز مانند فیزیشن اسیستنت یا پزشکیار با یک داروساز میتونن که با مقداری دارو، آنتی بیوتیکا، انسولین، داروهای ضروری، سرم های قندی و سرم های نمکی مورد نیاز با یک وانت بار یا با یک مینیبوس به داخل شهر بگردن و جاهای مختلفی رو شناسایی بکنن، بیماران رو شناسایی بکنن و خدمات فوری رو ارائه بدن. و در همین حال همین گروه ضربت یا گروه ضربت دیگری که به دنبال اینها میان چادرهای درمانی به وجود میارن. اگر درمانگاه ها و اگر مطب‌های خصوصی آمادگی کار نداشته باشن، به خاطر داشته باشید که در این لحظه گذار، در این لحظه انقلاب دوم، خیابان ها ناامن ممکنه باشن. ممکنه خیلی ها هرج و مرج رو دوست داشته باشن، ممکنه بعضی ها به هرج و مرج ادامه بدن، ممکنه که بعضی از افراد ناشایست شروع به کارهای ناشایست، دزدی و
آزار و اذیت دیگران بکنن. بنابراین در سطح شهر، در سطح‌های بزرگ، سطح‌های کوچک، در دهات ممکنه ناامنی زیادی باشه و درمانگاه‌ها بسته باشن، مراکز پزشکی، مطب‌های خصوصی بسته باشن، نشه اینها رو پیدا کرد و بازشون کرد و خدمات رو ارائه داد. در نتیجه اینجا هست که ارتش، سپاه و بسیج، اونهایی که به مردم ایران علاقه دارن و به ایران علاقه دارن، وارد کار میشن و با کمک اونها ما میتونیم که چادرهای درمانی رو در جاهای مختلف، به خصوص در شهرهای کوچک، به خصوص بین راهها به وجود بیاریم و این با ارتباط با شهرهای کوچک، با شهرهای بزرگ، بین استانی، بین شهرستانها و نقاط دور قابل انجام است و این ارتباطات یکی از راه‌های کاربردیش ارتش، سپاه و بسیج است که اونها ارتباطات عمیقی و پراکنده‌ای در سطح کشور دارن. یکی دیگه از مسائلی که در مراحل امرجنسی و منیجمنت کرایسیس منیجمنت به وجود میاد، استفاده از دانشجویان پزشکی و رزیدنت های پزشکی است. به خاطر داشته باشیم که دانشگاه و دانشگاهیان همیشه در خط اول تغییر و تحول هستند، همیشه ترقیخواه و آزادی طلب هستند. ما گروه های دانشجویی بسیاری داریم که ممکنه که سرخورده از نظام باشن، ممکنه که اجازه ورود به دانشکده رو دیر بهشون دادن، ممکنه 5 سال دیر اومدن. رزیدنت هایی هستن که میخواستن رشته مورد علاقه شونه بکنن، ولی به خاطر اینکه رزیدنسی در ایران کوتا داره و سهمیه بندی است، اینا ممکنه که سرخورده باشن. اینها کسانی هستن که آماده تحول و آماده شراکت در انقلاب هستن و اینها گروهی هستن که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. یکی از پیشنهادهایی که من در این نوشته های خودم کردم این است که حتی اگر که با سرپرستی یک پزشک شروع به خدمات درمانی بکنن، دانشجوی پزشکی به خصوص یا رزیدنت ها، اونها رو بعداً ما بهشون کردیت میدیم. کردیت یا کسانی که در ایران هستن، پزشکان ایرانی که در این قضیه دارن سرپرستی میکنن و حمایت میکنن، به اونها گواهی خدمت میدن و باعث میشن که تعداد روزها و تعداد ماهایی رو که در این زمینه کار کردن جزء تحصیلاتشون به وجود بیاد. استفاده از دانشجویان با شرف، رزیدنت های با شرف و پزشکان با شرف، دانشگاهی های با شرف، یکی از راه‌هایی است که ایمیدیتلی میشه وارد گروه ضربت و تاسک فورس کرد و کار رو به انجام رسوند. ضمناً آگاهی داشته باشیم که سپاه، ارتش و بسیج، اینا هر کدوم کادر درمانی دارن و کادر درمانی همشون هم سرکشته نظام نیستن و اینها میتونن که وارد گروه های ضربت و تاسک فورس بشن و کمک های قابل توجهی رو انجام بدن. یکی دیگه از خدمات که گروه ضربت و گروه پزشکی در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک، شهرهای بینابینی، دهات و نقاط دور افتاده، به خاطر داشته باشید که من اینها رو با تأکید بیان میکنم، به خاطر اینکه این مسائل در شهرهای بزرگ حتی مشکلی که انجام داد چه برسد به شهرهای کوچک و دهات دور افتاده. اینجاست که ارتباطات، اینجاست که نقل و مکانها اهمیت فراوانی پیدا میکنن. اینجاست که تاسک فورس باید تعدادشون خیلی زیاد باشه، گروه های ضربت کوچیک، گروه های ضربت متوسط برای جمعیت های مختلف، مثلا 2 پرستار با 1 پزشک یا 2 پزشک با 3 پرستار یا 1 پزشک با 5 دانشجوی پزشکی که اینا بتونن جاهای مختلف رو بررسی بکنن. به خاطر داشته باشید که خدمات درمانی در ایران در حال حاضر خیلی پراکنده است. من به مشکلات نپرداختم به خاطر اینکه فکر کردم در این مرحله حساس که ممکنه با توجه به شکست مذاکرات و تغییراتی که به وجود اومده، تغییرات جدیدی در ایران اتفاق بیفته، لازم دونستم که
به مسائل مهمتری بپردازیم. ولی به خاطر داشته باشید ایران مطابق گزارش خودشون دارای 900,000 تخت برای بیماران در ایران هست. ایران 85 میلیون 86 میلیون جمعیت داره. ایران 30 تا 31 استان پراکنده در قسمت‌های مختلف داره. بیادمون باشه که در کشورهای بزرگتر، در کشورهای پیشرفته‌تر، تعداد تخت‌های بیمارستان برای هر 1000 نفر 2.5 تا 2.7 است. در ایران برای هر 100,000 نفر 1.2 تخت وجود داره. بنابراین وقتی که انقلاب دوم اتفاق میفته، وقتی که دوران گذار به وجود میاد، اون تخت‌ها ممکن اصلا قابل استفاده نباشن. در شهرهای کوچک ممکن اصلا وجود نداشته باشن، یا ممکنه که کادر درمانی نداشته باشن. بنابراین گروه ضربت و چادرهای درمانی و خانه‌های درمانی بسیار اهمیت پیدا میکنن، حتی با یک تخت. اینجاست که رول ارتش نمایان میشه، اینجاست که رول سپاه نمایان میشه، اینجاست که ما به وجود ارتشی ها، به وجود نظامی ها، سپاهیان با شرف و بسیجی های با شرف ایرانی احتیاج پیدا میکنیم. اینجاست که رول دانشجویان پزشکی، اینجاست که رول رزیدنت های پزشکی افزایش پیدا میکنه. یکی از اتفاقاتی که در ایران افتاده که من اینجا گذری بهش میزنم این هست که در 45 سال گذشته جمهوری اسلامی سعی کرده که دانشکده‌های پزشکی مختلفی در شهرهای کوچک درست بکنه و ایجاد بکنه که در نهایت عمل بسیار خوبی است، هیچ مشکلی در این بابت وجود نداره. منتهای مراتب همیشه مثل کسانی که اول گاری رو درست کردن بعد به دنبال اسب هستن، اول دانشکده رو درست کردن بعد به دنبال استاد هستن که متاسفانه پیدا نمی‌کنن. به خصوص با خانه‌نشینی استادان محقق و با ارزش ایرانی، با تربیت پزشکانی که آموزش صحیح ندارند، علتش هم برای شما توضیح خواهم داد، کادر پزشکی دانشکده‌های پزشکی بسیار بسیار ضعیف است. در یک تماس شخصی هر 100 دانشجوی پزشکی در یکی از دانشکده‌های پزشکی یا در چند دانشکده پزشکی دارای یک مربی هستند. این مربی رشته‌های مختلف رو درس میده که ما میدونیم که در حال حاضر پزشکی به شدت و به طرز خارق‌العاده‌ای طبقه بندی به جزئیات شده و تخصص‌های مختلف وجود داره و آموزش یک آموزش دست جمعی و کوردینیتد هست، مالتی دیسیپلینری مدیکال ایژوکیشن هست و تجمع تخصصی در دانش پزشکی. بنابراین یک پزشک قادر به آموزش 100 دانشجو در رشته‌های مختلف نیست. وقتی که احتیاج به تخصص‌های مختلف داره، معمولاً پزشکان متخصص را از شهرهای بزرگتر برای یک یا دو روز به دانشکده‌ها میفرستن و برمیگردونن. این باعث میشه که یک آموزش منقطع ناکارآمد به وجود بیاد و بسیاری از اینها میتونن مورد استفاده قرار بگیرن در شهرهای کوچیک. ولی ما یک دونه گروه ضربت میخوایم که یک یا دو پزشک، یک یا دو پرستار، داروساز، روانشناس، روانپزشک، اینها رو اونجا گسیل بکنیم و از دانشجوهایی که در اون شهرها هستن استفاده بکنیم، از رزیدنت هایی که در اون شهرها هستن استفاده بکنیم و بتونیم خدمات درمانی رو ارائه بدیم و اینجاست که میتونیم اون رو جزء سالهای ترینشون به عنوان مشوق کاری ارائه بدیم. یکی از مشکلاتی که در ایران وجود داره برای انتخاب دانشجویان پزشکی مسئله کوتا و سهمیه بندی است. 60% از خانواده شهدا و وابستگان نظام، 20% شنیدم که برای خارجی ها، افغانی ها و لبنانیا و 20% هم از بسیاری از دانشجویان نخبه ایرانی.
به همین خاطر است بسیاری از دانشجویان نخبه ایرانی از کشور خارج شدن و بسیاری سرخورده ادامه میدن که به دانشکده پزشکی بپیوندن، بعضیا بعد از 2 سال، بعضیا بعد از 3 سال. همین مسئله در رزیدنسی ها هم وجود داره. تقریبا راه پیدا کردن به تخصص های قلبی، چشم، پوست، اینا مشکل هست. ببخشید. و سهمیه اونها به شهدا و خانواده شهدا و خانواده نظام تعلق میگیره. به همین خاطر گروه های سرخورده‌ای در دانشکده ها وجود دارن که میتونن منشأ خدمت باشن ولی احتیاج به سرپرستی دارن. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم جفت کردن اینها، پیر کردن اینها با پزشکان با سابقه ایرانی است. ولی یادمون هم باشه بسیاری از پزشکان بازنشسته شده اند یا بازنشسته کرده اند، بعضی‌ها رو اخراج کرده اند و ما میدونیم علم پزشکی یک علم پوینده است، یک داینامیک هست. یعنی هر پزشکی بایستی که مرتب در جریان روز قرار بگیره. بنابراین تمام پزشکان البته میتونن منشأ کمک باشن، منشأ خدمات درمانی باشن، ولی خود اونها هم احتیاج به آموزش دارن که اون جزء استراتژیک پلان است که من بعداً توضیح خواهم داد. یکی از کارهایی که میشه در این کار انجام داد که تاسک فورس ها رو به وجود آورد، مشاوره با پزشکانی هستن که در حال حاضر در ایران شاغل هستن یا در دانشگاه هستن یا در بخش خصوصی هستن که البته در اون هرج و مرج پیدا کردنشون، آوردنشون یه مقداری سخت است. البته بسیاری از ماها با بسیاری از پزشکان در داخل کشور تماس داریم و باشون همکاری داریم، گفت و شنود داریم و اونها هم میتونن افراد دیگری رو پیدا کرده شناسایی بکنن و به جمع پزشکان فعال بیارن. در این مرحله گروه های خارجی رول بهتری پیدا میکنن. گروه های درمانی مانند پزشکان بدون مرز و بدون مرز اروپا و یکی هم بدون مرز میدل ایست هستن که اینها میتونن کمک های شایانی بکنن. یک گروه چریتی بزرگ در ژاپن هست که اونها هم میتونن کمک بکنن. بنابراین با باز کردن در مملکت توسط رژیم جدید میتونه گروه های مختلفی رو وارد بکنه و این گروه میتونن هم به خدمات درمانی بپردازن، هم مشاوره‌ای عمل بکنن و هم آموزشی عمل بکنن. یکی دیگه از کارهایی که گروه های ضربت یا گروه های پیشرو پزشکی در ایران بعد از انقلاب دوم انجام میدن تامین مسائل مالی است. بانک ها ممکنه بسته باشن، حساب ها ممکنه مسدود باشن، کردیت کارها ممکنه کار نکنن. البته کسی در 2 یا 3 روز آینده در یک مسیر 2 یا 3 روزی یا 4 روزه یا یک هفته‌ای از بیپولی در بعد از انقلاب کسی از بین نخواهد رفت، ولی یادمون باشه که بسیاری از مردم به خصوص در حال حاضر حدود 60% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن و اینا افرادی هستن که افراد با شرف و با حیثیتی هستن که مشغول کار هستن، کارگران نجیب ایران و حتی کارمندان شایسته ایران با تخصصهای مختلف در زیر خط فقر زندگی میکنن و اینها کسانی هستن که ممکنه که احتیاج به کمک‌های مالی داشته باشن. ممکنه اینا رو ما در تاسک فورس ازشون استفاده بکنیم. بنابراین یکی از ارتباطاتی که به وجود میاد با قدرت اجرایی و رژیم جدید هست که بودجه امرجنسی در اختیار گروه‌های پزشکی قرار بدن که گروه‌های پزشکی بتونن در ازای خدماتی رو که انجام میدن با پرداخت حقوق و روزمره بتونن مردم و خانواده هاشون رو حمایت و سرپرستی بکنن که اونها بتونن به کار خودشون ادامه بدن.
این باجت و کمک های مالی در شهرهای بزرگ ممکنه که خیلی چشمگیر نباشه یا به نظر نیاد، به خاطری که خانواده ها معمولا ممکنه 2 نفر کار کرده باشند یا پسندازهایی دارن، ولی در شهرهای کوچیک، در شهرهای دور افتاده بسیار بسیار اهمیت داره. ضمناً بعضی ها هم در مطب‌های خصوصی در بیمارستان ممکنه 1 ماه حقوق نگیرن، ممکنه در 1 ماه آینده حقوق نگیرن. بنابراین خیلی مهم هست که برنامه ریزی مالی انجام بشه و حکومت قانونی کشور در رژیم جدید و در انقلاب دوم باجت رو در اختیار گروه درمانی قرار بده که بتونن کارمندان، کارگران، پزشکان، پرستاران و اونایی که در گروه‌های ضربت در خانه‌های و چادرهای درمانی مشغول خدمات شبانه روزی هستن، در واقع شبانه روزی، اونها رو ما حمایت مالی بکنیم که از این دوران بتونیم با موفقیت بگذریم. یادمون باشه که گروه های ضربت در کرایسیس منیجمنت آوتکامشون و بازگشتشون، بازدهشون همیشه مثبت نیست. اگر یک قدم غلط برداشته بشه ممکنه که این آوتکام منفی به وجود بیاد و به نظر برسه. بنابراین برای جلوگیری از بازده منفی و سوق به بازده مثبت بایستی کار از اول درست انجام بشه. درست انجام شدن این است که گروه ها لیدر داشته باشن، گروه ها تخصص های مختلف رو در بر داشته باشن و گروه ها کاریکولوم داشته باشن، برنامه ریزی داشته باشن، کوک بوک باید بهشون داده بشه. بایستی که از شروع صبح استپ های مختلف 1 2 3 4 5 6 تا 10 بهشون داده بشه و ازشون بازخواست بشه که این کارها انجام شده یا نه. در هر انقلابی، در هر گذاری، جامعه به شدت ایموشنال و تحت فشارهای سایکولوژیکال و روانی قرار میگیره. ناامیدی به وجود میاد، ناامیدی که در ایران به شدت وجود داره. در یک همه پرسی در ایران سطح رضایت از خوشی، رضایت از زندگی کمتر از 15% بوده. یعنی 85% حتی کسانی که کار خوب داشتن و درآمد خوب دارن و جزء هیئت حاکمه نیستن، از نظر خوشحالی و خوشنودی از زندگی فقط 15%شون اعلام کردن که مقداری از زندگی خوشحال و در زندگی راحت هستن. 85% ناراضی هستن. این گروه امیدی ندارن، امیدشون از بین رفته، سلف ورثشون از بین رفته، کرامتشون از بین رفته. حالا شما میایید یک نفر رو پیدا میکنید که در ناامیدی به حد اعلا رسیده، حس خودکفایی نداره، اعتماد به نفس نداره، اعتماد به نفسش 45 ساله که از بین بردن و این رو میخواید در رهبری قرارش بدید. و این نه تنها در رهبری بلکه میخواهید که پیشرو باشه. خب این خیلی سخته. در نتیجه یکی از کارهای تاسک فورس، یکی از کارهای کسانی که درگیر مسائل پزشکی در ایران میشن و برای پیشبرد مقاصد منیجمنت کرایسیس و انجام مسائل امرجنسی، ساپورت و حمایت روانی، حمایت استرس و حمایت ایموشن و عواطف هست که به طور بسیار بالایی در سطح ایران دچار خدشه و ناامیدی شده. امید یک مسئله ذاتی است. مسئله ذاتی رو همونطور که همه عزیزان خبر دارن نمیشه به سادگی از بین برد. اینت ذات مسئله است که در عمق و در ریشه های سیناپسیس و سلول های
مغز و تمام سیستم عواطف عالی انسانی جنبندی و سایه افکنی داره. 45 سال هست که این در اثر توهین‌های دائم، در اثر نابسامانی‌ها، در اثر عدم اعتمادها، در اثر ناامنی‌ها، این دچار خدشه شده و ما بایستی که این امید رو زنده بکنیم. این امید طول میکشه، یک برنامه استراتژیک 10 ساله است، ولی ما احتیاج به ایمیدیت، به احیای فوری امید در یک گروهی داریم که میخوان رهبری رو به دست بگیرن، میخوان درمان رو در دست بگیرن. اونجاست که رول حمایت روانی، حمایت ایموشن، رول بسیار زیادی رو بازی میکنه. قدم بعدی برای گروه ضربت و گروه تاسک فورس ضربت با لیدرشپ پزشک، پرستار، داروساز، شرکت و مشاوره در آبرسانی و توزیع غذا و مواد غذایی و مواد دارویی است. همکنون در بسیاری از شهرهای ایران اونطور که ما خبر داریم برق نیست، گاز نیست، آب نیست. بسیاری از همه شما دیدید که وقتی که گزارش‌های از ایران میاد شیر آبشون رو باز میکنن، شیر آبی که قهوه‌ای رنگی میاد بیرون. خب آبرسانی مسئله خیلی مهمیه. این آبرسانی باید کوردینیت بشه، یا از تصفیه مراکز تصفیه شروع بشه، یا اینکه آب وارد بشه. خب این احتیاج به باجت داره، احتیاج به مشاوره داره. اینجاست که رول سازمان‌های خارجی و اینترنشنال دوباره سایه افکن میشه به مسائل کرایسیس ایران. در نتیجه گروه‌هایی مثل پزشکان خارج از مرز و گروه‌های دیگری که حمایت کننده مسائل بهداشتی هستند، سازمان ملل، یونسکو، با ارتباطاتی که برقرار میشه میتونن که در این مسئله کمک بکنن. ولی مسئله مهم آوردنش هست. البته در درجه اول آب و غذا باید بیاد، یا اگه هست بایستی که تمرکز پیدا بکنه، ولی توزیع عادلانه‌اش هم مسئله خیلی مهمیه. اینجاست که رول ارتش دوباره برجسته و برآسنده میشه. اینجاست که من فکر میکنم که ما بایستی که از گروه‌های نیروی نظامی، ارتش، بسیج و سپاه پاسداران که به طرف مردم اومدن، به خصوص گروه آتش نشانی و گروه امدادهای امرجنسی، اینها گروهی هستن که میتونن در توزیع آب، توزیع غذا و توزیع دوا با گروه‌های ضربت، با چادرهای درمانی و خانه‌های درمانی کمک زیادی بکنن. وقتی که این خانه‌های درمانی، چادرهای درمانی به وجود اومد، چادرهای بین راهی باید به وجود بیاد و در اینجاست که رول ارتش، رول سپاه و رول بسیج دوباره به روی کار میاد. به خاطر اینکه ارتش، سپاه و بسیج ریشه های پراکنده‌ای در سراسر مملکت داره و قدرت های ارتباطی اونا خیلی زیاد هست و ما میتونیم با انتخاب یک فرد که قدرت رهبری و قدرت مشاوره‌ای داره، چه پزشکی که از خارج کشور رفته، چه پزشکانی که در داخل ایران هستن، که من بسیار بسیار روی پزشکان داخل ایران حساب میکنم که ما رهبران و لیدرهای بسیار ارزنده‌ای داریم. اونا رو ما میتونیم با کمک ارتش به جاهای مختلف به طور روتیشنال، به طور گردشی بفرستیم، هر 3 روز، هر 4 روز، و نقل و انتقالات اینا رو ارتش و سپاه میتونه برای ما چیز کنه، حمایت کنه و ما اینا رو بفرستیم، برگردونیم، بفرستیم جای دیگه. در نتیجه تجاربی که در کرمان به وجود میاد در اصفهان ازش استفاده بشه، تجاربی که در اصفهان به وجود میاد در کرمان یا در مازندران استفاده بشه. ضمن اینکه برای توزیع آب، توزیع غذا، توزیع مواد درمانی، ارائه خدمات درمانی، ارائه خدمات ایموشنالی، روانی و عاطفی، هر
شهرستانی و هر شهری از اونجایی که همه خبر داریم بستگی به فرهنگ منطقی داره. در نتیجه درسته که پزشکان میتونن به عنوان بخشی از کادر درمانی، تاسک فورس و گروه های ضربت آماده خدمت در اصفهان و کرمان و مازندران باشن، ولی به کار گرفتن افراد هر استان و هر شهرستان میتونه که ذی قیمت باشه. اینجاست که رول دانشجویان پزشکی منطقه‌ای میاد جلو و ما در این مورد مطالعات زیادی کردیم، کاریکولوم های مختلفی نوشتیم و من مطمئن هستم گروه های مختلفی هم این کارا رو کردن. از اینجا من یک گریزی هم به صحرای کربلا میخوام بزنم و اون این است که متاسفانه بین گروه های خارج از کشور که فعالیت میکنن، من در بخش پزشکی دارم صحبت میکنم، البته با توجه به تماس ها و ارتباطاتی که با سایر دوستان دارم در قسمت های دیگر هم همین نقایص وجود داره. ارتباطات در خارج کشور چندان قابل توجه نیست. هر گروهی و هر سامانه‌ای کار خودش انجام میده، یه سری کارهایی رو به عنوان پیسمیل انجام میده. ما در گروه خوارزمی با شرکت در امید ایران و با سایر عزیزان در قسمت پزشکی فعالیت هایی داریم، ولی بیخبر از فعالیت های پزشکی بقیه ها هستیم. من میدونم که ققنوس یه سری کارهای پزشکی انجام دادن 100 روز اول، ولی 100 روز اول مشکل ما نیست، 3 ماه اول مشکل ما نیست. مشکل ما چند روز، 30 روز اول انقلاب هست، گذر هست و دوران گذار هست. اون 30 روز کرایسیس منیجمنت، استراتژیک پلان میتونه به عنوان پارالل استراتژیک پلان از سال پیش شروع شده باشه. ما کاری با اون نداریم، خبر نداریم. ما خودمون در گروه خوارزمی و با گروه های دیگری که ما تماس داریم کاریکولوم هایی نوشتیم برای ریترینینگ پزشکان. به خاطر داشته باشید که بسیاری از پزشکان از کار رانده شدن، بسیاری از پزشکان بازنشسته شدن، بسیاری از دانشگاهیان اخراج شدن. به خاطر داشته باشید که پزشکی یک علم پوینده است، داینامیکه و شما نمیتونید که 2 سال یا 3 سال ازش خارج باشید. شما 2 سال یا 3 سال از پزشکی خارج باشید، ارائهش بسیار سخته، بازآموزی لازم داره. این نیست که قابل ترمیم نیست، بازآموزی لازم داره. این بازآموزی باعث انجام بشه. این بازآموزی استراتژیک پلانه. استراتژیک پلان 5 ساله است، 3 ساله است، 18 ماه است و 10 ساله است و 20 ساله و so forth. آموزش پزشکی استراتژیک پلان میخواد، ولی ما در 30 روز اول آموزش پزشکی لازم نداریم، ولی میتونیم از دانشجویان پزشکی در تاسک فورس استفاده کنیم و آموزش هم بهشون بدیم. و من پیشنهاد کردم و میکنم و کاریکولوم در این مورد نوشتم که پزشکان، دانشجویان پزشکی و رزیدنت های پزشکی در اینجا با ما همکاری میکنن، جزء دوران تحصیلیشون حساب بشه، به خاطر که زیر نظر یک پزشکی که قادر به ارائه خدمات و قادر به آموزش پزشکی هست داره و اون شامل پزشکان فعال در مملکت، پزشکان فعال در خارج و گروه های اینترنشنال، گروه های بین المللی مثل پزشکان بدون مرز که میتونن خدمات شایانی در مراحل درمانی، پیشگیری و آموزشی داشته باشن. ما میتونیم از گروه های مختلف، از سازمان ملل، از سازمان های وابسته به سازمان ملل در توزیع آب سالم، غذای سالم و با شرکت های دارویی تماس برقرار بکنیم و بعضی از ماها با بعضی از شرکت ها هم در تماس هستیم که بتونن به طور ایمرجنسی مواد دارویی رو در اختیار ما قرار بدن. بنابراین استراتژیک پلان برای 1 سال، 3 سال، 5 سال و 10 سال یک مسئله بسیار مهم
قابل اهمیت و قابل اجراست و میتونه پارالل با کرایسیس منیجمنت پیش بره. ولی کار ما و صحبت امروز من در مورد کرایسیس منیجمنت هست و کرایسیس منیجمنت شامل ارائه خدمات بهداشتی، خدمات پیگیری، خدمات روانی، خدمات عاطفی، بازسازی اعتماد، بازسازی امید، بازسازی حس سلف ورث، ارزش شخصی و کرامت انسانی است. اینا احتیاج به استراتژیک پلان در طویل مدت دارن، ولی در کوتاه مدت میتونن در خدمات پزشکی و خدمات درمانی به ما کمک زیادی بکنن. مسئله دیگری که من میخوام در موردش صحبت بکنم به کار گرفتن نیروهایی است که در خانه هستن. البته بیرون آوردن پزشکان بازنشسته، بیرون آوردن پزشکانی که رانده شدن، سرخورده شدن، سلف ورث خودشون رو از دست دادن، امید خودشون رو از دست دادن، احتیاج به برنامه‌های آموزشی و روانی و ایموشنال ساپورت طولانی و فوری دارن. استراتژیک پلنینگ برای ترمیم این خصوصیاتی که من نام بردم میتونه بشه و میتونه پایه‌ریزی بشه برای 1 سال، 2 سال و 3 سال. ولی ما در 1 سال و در 6 ماه بعد از انقلاب دوم احتیاج به کسانی داریم که بتونن به طور فوری وارد جامعه کاری بشن و باز آموزشی پیدا بکنن. اینجاست که رول ما در خارج، اینجاست که مشاوره های ما با پزشکانی که در داخل کشور هستن باز خودنمایی میکنه و خودش نشون میده. یکی از مسائل مهمی که ما میتونیم پزشکان فعال در ایران رو برای کوتاه مدت به عنوان معلم، به عنوان خودآموز، به عنوان دیگرآموز داخل کار بکنیم، حمایت بکنیم و مشارکت باشون بکنیم، تأمین مسائل مالی است. اینجاست که ما احتیاج به ساپورت دولت مرکزی داریم که دولت مرکزی بایستی که خط مستقیم با رهبران پزشکی در ایران داشته باشن که بتونن باجت کافی در اختیارشون بذارن، البته با سرپرستی، با مشارکت و با نتیجه گیری و با بررسی. تمام مسائلی رو که من مطرح کردم از دقیقه 0 شناسایی پزشکان، شناسایی کمبودها، تشکیل گروه ضربت، تشکیل گروه‌های مشاوره‌ای، چادرهای درمانی، خانه‌های درمانی، خانه‌های درمانی در دهات، ماشین‌های موبایل درمانی که با مینیبوس یا با پیکاپ با یک پزشک، با یک پرستار، با مقداری دارو، سرم‌های درمانی، سرم‌های قندی، نمکی، آنچه را که مورد نیاز هست به جاهای مختلف میرن. تمام اینها احتیاج به بازآموزی دارن و همه اینها احتیاج به باجت دارن و همه اینا تحت یک کاریکولوم و با یک کوک بوک میرن و هر کدومشون بایستی که بولتن داشته باشن و تمام نتایجی رو که در روز به دست آوردن گزارش بکنن و این گزارش ها بایستی قابل راستی آزمایی باشه. یکی از مسائلی که در ایران در حال حاضر وجود داره بررسی و راستی آزمایی و آوتکام میجرمنت مسائل در پزشکی، حداقل من با اطلاع خیلی کافی دارم به عرض شما میرسونم که ما در ایران هیچ نوع اکانتبلیتی و بازخواستی و بازجویی در انجام وظایف نداریم. هر کسی کار خودش میکنه و اگرم نکرد. ولی در این 1 ماهه، در این 2 ماهه که ما کرایسیس منیجمنت داریم،
این کار با اکانتبیلیتی انجام میشه. هر گروهی، گروه ضربت، گروه کرایسیس منیجمنت، خانه ها، چادرهای درمانی، گروه هایی که به شهرهای مختلف میرن با پزشکان، با گروه های نظامی، سپاهی و بسیجی، همه اینها گزارش روزانه تهیه میکنن که اون گزارش بایستی قابل راستی آزمایی و تایید باشه. بنابراین ما یک نتورک، یک شبکه بسیار منظم و پیشرفته هماهنگ کننده وجود داریم و اینها میتونن از پزشکان داخلی و پزشکان خارجی باشه و با توجه به اینکه 45 سال این سیستم در ایران وجود نداشته، اکانتبیلیتی از بین رفته، گزارش و بولتن هفتگی از بین رفته، راستی آزمایی از بین رفته و در واقع دیسکارج شده، یعنی تشویق کردن که هیچ نوع راستی آزمایی وجود نداشته باشه. بازسازی این جز اون استراتژیک پلاناست که باعثی پارالل با کرایسیس منیجمنت بره. کرایسیس منیجمنت از 1 ماه تا 6 ماهه و من فکر میکنم که با توجه به مشکلاتی که در ایران وجود داشته، کرایسیس منیجمنت ما بایستی بر 6 ماه بولتن بشه، نوشته بشه و یکی از کارهایی که من کردم این کرایسیس منیجمنت رو برای 6 ماه به طور مفصل نوشتم، حتی به طور یک جانبه از طرف خودم استراتژیک پلان های 100 روزه، 180 روزه، 3 ساله، 5 ساله و 10 ساله هم نوشتم و آماده است. ولی مشکل ما الان استراتژیک پلان 5 ساله نیست، مشکل ما کرایسیس منیجمنت 6 ماه است. قبلا گفتم گذری به صحرای کربلا زدم، الان دوباره میخوام همون گذر رو به صحرای کربلا دوباره بزنم. من دست دوستی و دست نیاز به طرف پزشکانی که در جاهای مختلف مشغول کار هستن دراز میکنم. پزشکانی که در خارج کشور به طور دست جمعی یا به طور انفرادی مشغول این خدمات هستن، مشغول خدمات اجرایی هستن و علاقمند به ایران هستن و در بازسازی پزشکی ایران فعالیت داشتند و عقیده دارند بایستی که یک مجمعی تشکیل بدن، بایستی یک گروهی رو تشکیل بدن. ما این گروه رو در مسائل سیاسی نداریم، ما این گروه رو در مسائل آبی نداریم، ما این گروه رو در مسائل اینفراستراکچر نداریم. شاید یه مقداری در مسائل نفت و گروه هستن که در مسائل نفت و گاهی وقتا در مسائل سیاسی دیگری مقداری هماهنگی و هم آوازی دارن، ولی در هلسکر ما کسی رو نمیشناسم که کار دست جمعی کرده باشه، کارهای انفرادی کردن. عرض کردم که در یک جلسه 2-3 سال گذشته ققنوس یک برنامه 100 روزه اجرا ارائه داد که دنبال میشد با استراتژیک پلان های طولانی تر، ولی بعد از یه مدتی من دیگه هیچی ازشون نشنیدم. کارهای ما هم که همینطور پیش خودمون مونده، دیگران هم اگر کاری کرده باشن پیش خودشون مونده، من خبری ندارم، ولی فکر میکنم که وقت اون رسیده، به خصوص در این زمان. این لحظه صفر است. این لحظه است که ایران احتیاج به هماهنگی و مشاوره از طرف کارآمدها و کارآموزهایی است که نقشه پیشرفت و کاریکولوم تنظیم شده برای برنامه‌های پزشکی ایران دارن. کمبود پزشکی ایران رو من هنوز هیچ بحثی در موردش نکردم و همونطور که از اول اشاره کردم تصمیم گرفتم که راجع به کرایسیس منیجمنت صحبت بکنیم، به خاطر اینکه در حال حاضر لحظه صفر
ممکنه که اتفاقی در ایران بیفته و اگر اتفاقی در ایران بیفته همه ما بلایند سایدد هستیم، همه ما غافلگیر شدیم و هیچ کدوم نمیدونیم که چیکار باید بکنیم که بتونیم اون لحظه صفر رو برای مردم آسان بکنیم. من متوجه هستم که مسائل اقتصادی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی بسیار مهمه در مرحله گذار، ولی یادمون باشه یک ملتی که ناتوانه، یک ملتی که ناامیده، یک ملتی که مریضه، یک ملتی که سالم نیست و من میدونم که ملت ایران مریضه. ملت ایران مریضه به خاطر 45 سال غفلت و ناکارایی حکومتی که غذا رو ازشون گرفته، دوا رو ازشون گرفته، امید رو ازشون گرفته، سلف ورث رو ازشون گرفته. این ایران احتیاج به درمان داره و اگر ما نتونیم اون درمان رو تهیه بکنیم، اون حس امید رو، حس خودباوری رو به وجود بیاریم، اون جامعه نمیتونه بانک خوب داشته باشه، اون جامعه نمیتونه آبرسانی خوب داشته باشه. تا اول بایستی که آماده کار باشی، تب نداشته باشی، سردرد نداشته باشی، ناامید نباشی، دیپرس نباشی. درجه خودکشی در پزشکان ایرانی 10 برابر شده، در دانشجویان پزشکی ایران 25 برابر شده، در داروسازان ایرانی 25 برابر شده. این پزشکی که خودکشی میکنه، دانشجویی که پزشکی میکنه که نمیاد در تسک فورس شرکت بکنه. این اول وایسی امیدش بهش برگردونی، اول باید سلف فورسش بهش برگردونی و بهش القا بکنی که تو کارآمدی و تو مورد احتیاج هستی، تو مورد نیاز یک ملت هستی که بتونه در استراتژیک پلان 5 ساله شرکت بکنه. بنابراین برنامه‌ای که من ارائه میدم برنامه منیجمنت کرایسیس 30 روز اول، 60 روز اول، نه به عنوان استراتژیک پلان، کرایسیس منیجمنت. امیدوارم که این پیام من به گوش همه برسه و از تمام شما که اینو میشنوید امیدوارم که کمک بکنید و ما گروه های مختلف رو دور هم جمع بکنیم و کرایسیس منیجمنت رو شروع بکنیم. کرایسیس منیجمنت باید از امروز شروع بشه که بتونیم در لحظه صفر ارائه بکنیم، حمایت بکنیم و به اجرا دراریم. تشکر میکنم. تا درودی دیگر، بدرود. تا درودی دیگر، بدرود.